سلام، من کاوه روشنگر هستم و امروز شما را با سفری جذاب در دنیای قراردادهای هوشمند همراهی می‌کنم. تصور کنید برای انجام یک معامله دیگه لازم نباشه برگه‌ای رو امضا کنید، به دفترخونه برید یا روزها درگیر هماهنگی با واسطه‌ها بشید. قراردادهای هوشمند اومدن تا همه چیز رو ساده، سریع و امن کنن. اونها توافق‌های دیجیتالن که روی بلاکچین اجرا میشن و نیازی به اعتماد متقابل یا دخالت شخص ثالث ندارن. این فناوری پایه بسیاری از نوآوری‌ها مثل دیفای، NFT، رأیگیری آنلاین و بیمه خودکاره. امروز می‌بینیم چطور بلاکچین از یه دفتر کل ساده به موتور اجرای هوشمند توافق‌ها تبدیل شد. ایده قرارداد هوشمند در سال 1994 توسط نیک سابو مطرح شد. او آن را مانند دستگاه فروش خودکار توصیف کرد. پول را می‌پردازید و کالا را بی هیچ واسطه‌ای دریافت می‌کنید. در آن زمان این ایده بیشتر یک تئوری بود، زیرا زیرساخت لازم وجود نداشت. با پیدایش بیت کوین در 2009 نخستین قدم عملی برداشته شد، اما زبان برنامه‌نویسی محدود این شبکه برای پیاده‌سازی قراردادهای پیچیده کافی نبود. تحول بزرگ زمانی رخ داد که ویتالیک بوترین پلتفرم اتریوم را معرفی کرد. بستری که با زبان سولیدیتی امکان نوشتن و اجرای قراردادهای هوشمند با هر سطح پیچیدگی را فراهم کرد. قرارداد هوشمند برنامه‌ای است که روی بلاکچین اجرا می‌شود و شرایط آن در قالب کد از پیش تعریف شده است. وقتی این شرایط برآورده شوند، دستورها به صورت خودکار اجرا خواهند شد. 3 رکن اصلی این سیستم عبارتند از تعریف شرایط، اجرای خودکار و ثبت دائمی تغییرات روی بلاکچین. مثلا اگر بخواهید یک فایل بفروشید، قرارداد طوری نوشته می شود که هنگام پرداخت مبلغ به آدرس مشخص، لینک دانلود به خریدار داده شود. همه مراحل بدون واسطه انجام شده و سوابق آن برای همیشه در بلاکچین باقی میماند تا شفافیت و اعتماد تضمین شود. سالیدیتی زبان برنامه‌نویسی اصلی برای نوشتن قراردادهای هوشمند روی شبکه اتریوم است. این زبان به خاطر ساختار ساده، مستندات کامل و جامعه بزرگ توسعه دهندگان به سرعت محبوب شد. ابزارهایی مثل ریمیکس IDA و تورفل امکان کدنویسی، تست و دیباگ سریع را فراهم می‌کنند. سالیدیتی مبتنی بر زبانهایی مانند جاوا اسکریپت و سی پلاس پلاس طراحی شده تا یادگیری آن راحت‌تر باشد. این زبان اجازه می‌دهد منطق‌های پیچیده تعریف کنید، با سایر قراردادها تعامل داشته باشید و دارایی‌های دیجیتال را کنترل کنید. به همین دلیل بسیاری از استانداردهای مهم بلاکچین بر پایه سولیدیت شکل گرفتند و این زبان به نوعی ستون فقرات دنیای قراردادهای هوشمند شده است. اگرچه اتریوم پیشگام قراردادهای هوشمند است، رقبای متعددی وارد میدان شدند. BNB اسمارت چین با سازگاری کامل با سولیدیت، سرعت بیشتر و کارمزد کمتر شناخته می شود. سولانا از زبان رست استفاده می کند و توان پردازش هزاران تراکنش در ثانیه را دارد که برای بازی‌ها و صرافی‌های پرحجم ایدال است. کاردانو با زبان بلوتوث و رویکرد مبتنی بر تحقیق علمی روی امنیت و پایداری بلند مدت تمرکز دارد. پولدوت شبکه‌ای ماژولار است که امکان اتصال چند زنجیره‌ای مختلف را با استفاده از زبان اینک فراهم می‌کند. انتخاب پلتفرم به نوع پروژه، میزان بودجه، نیازهای فنی و جامعه توسعه دهندگان بستگی دارد. یکی از مهمترین ویژگی‌های قراردادهای هوشمند این است که واسطه‌ها را کنار می‌گذارند. در روش سنتی، برای خرید یک ملک یا توافق مالی، باید به بانک، دفترخانه یا وکیل مراجعه کنید. اما در قرارداد هوشمند، همه این فرایندها در قالب کد و روی بلاکچین انجام می‌شود. طرفین معامله مستقیماً با هم تعامل می‌کنند و توافق به شکل خودکار اجرا می‌شود. نتیجه آن است که هزینه‌های اضافی حذف شده. زمان انجام کار کوتاه می‌شود و پیچیدگی اداری کاهش می‌یابد. این موضوع به ویژه در معاملات بین‌المللی که قوانین و واسطه‌های متعدد دارند، تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند. در بلاکچین، کد قرارداد برای عموم قابل مشاهده است. به این معنی که هر کس می‌تواند منطق و شرایط آن را بررسی کند.
این شفافیت باعث می شود طرفین تنها به کد اعتماد کنند، نه به وعده یا امضای شخصی. از طرف دیگر، تغییرناپذیری بلاکچین تضمین می کند که وقتی قراردادی اجرا و ثبت شد، هیچ کس نمی تواند آن را به دلخواه تغییر دهد یا حذف کند. حتی سازنده قرارداد هم قدرت تغییر مستقیم ندارد، مگر اینکه از ابتدا راهکاری برای ارتقا یا توقف در کد پیش بینی شده باشد. این ویژگی احتمال تقلب یا سوء استفاده را تقریباً به صفر می‌رساند. قراردادهای هوشمند امکان اجرای سریع توافق‌ها را بدون نیاز به بوروکراسی یا انتظار برای تایید دستی فراهم می‌کنند. در معاملات سنتی، فرایند انتقال پول یا ثبت اسناد ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشد، به ویژه اگر بین کشورها انجام شود. اما قرارداد هوشمند می‌تواند همان فرایند را در چند دقیقه یا حتی چند ثانیه انجام دهد. این ویژگی به خصوص برای پرداخت‌های بین‌المللی، عملیات زنجیره تامین یا خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال ارزشمند است. علاوه بر این، حذف واسطه‌ها باعث کاهش خطا و افزایش دقت اجرای قرارداد می‌شود که زمان و هزینه را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد. اگرچه قراردادهای هوشمند مزایای زیادی دارند، اما مشکلات امنیتی یکی از بزرگترین چالش‌هایشان است. کوچکترین باگ در کد می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری ایجاد کند. نمونه مشهور این اتفاق هک DEO در سال 2016 بود که به دلیل یک ضعف کوچک در کد $10 میلیون از بین رفت. تغییرناپذیری بلاکچین باعث می‌شود خطاها پس از انتشار قابل اصلاح مستقیم نباشند، مگر آنکه امکان ارتقا از ابتدا تعبیه شده باشد. به همین دلیل، نوشتن، آزمایش و ممیزی دقیق کد قبل از اجرای آن روی شبکه اصلی برای جلوگیری از خطرات حیاتی است. قراردادهای هوشمند ذاتاً درون محیط بلاکچین کار می‌کنند و به طور مستقیم از شرایط دنیای واقعی اطلاعی ندارند. برای مثال، اگر قراردادی بخواهد بر اساس قیمت طلا یا وضعیت آب و هوا اجرا شود، این داده‌ها باید از بیرون وارد شوند. اینجاست که اوراکل وارد عمل می شود. اوراکل‌ها اطلاعات را از منابع خارجی جمع‌آوری و به بلاکچین منتقل می کنند. با این حال، اگر یک اوراکل اطلاعات اشتباه یا دستکاری شده ارائه دهد، قرارداد بر اساس داده نادرست اجرا می شود و می تواند خسارت سنگین وارد کند. بنابراین، انتخاب اوراکل امن از اهمیت زیادی برخوردار است. اوراکل‌ها واسطه‌هایی هستند که داده‌های دنیای واقعی را به بلاکچین منتقل می‌کنند تا قراردادهای هوشمند بتونند بر اساس اون تصمیم بگیرند. اونها در انواع نرم افزاری، سخت افزاری و انسانی وجود دارند. مثلا، یک اوراکل نرم افزاری ممکن است قیمت ارز را از چند صرافی آنلاین دریافت کند، یا یک اوراکل سخت افزاری داده‌های سنسور یک دستگاه را منتقل کند. مشکل بالقوه این است که اوراکل متمرکز می‌تواند نقطه ضعف امنیتی باشد. راهکارهایی مانند چین لینک با جمع‌آوری داده از چندین منبع مستقل و اجماع بر سر نتیجه، خطر دستکاری و اشتباه را به حداقل می‌رسانند. در جهان قراردادهای هوشمند، اتریوم همچنان پیشرو است و با جامعه توسعه دهندگان پرشمار و امنیت قابل اتکا، بستر اصلی بیشتر پروژه‌ها محسوب می‌شود. BNB اسمارت چین با هزینه کم و سرعت بالا جایگاه ویژه‌ای بین پروژه‌های تازه کار دارد. سولانا به دلیل توان عملیاتی فوق‌العاده انتخاب محبوبی برای برنامه‌هایی با حجم تراکنش زیاد است، هرچند گاهی با مشکلات پایداری روبرو می‌شود. کاردانو روی امنیت و روش‌های اثبات رسمی تمرکز دارد. در نهایت، پولدات راه حلی برای ارتباط میان بلاکچین‌های مختلف ارائه می‌دهد و به خصوص برای پروژه‌های میان زنجیره‌ای ارزشمند است. قراردادهای هوشمند در عمل بسیار متنوع و گسترده‌اند. در دیفای، آنها وامدهی، تبادل ارز و کسب سود را بدون بانک ممکن می‌سازند. در حوزه NFT، مالکیت آثار هنری یا آیتم‌های بازی را تضمین می‌کنند. در زنجیره تامین، امکان ردیابی مبدأ و مسیر کالا را فراهم می‌سازند. شرکت‌های بیمه می‌توانند پرداخت خسارت را بر اساس داده‌های واقعی و بدون دخالت انسانی انجام دهند.
حتی رأیگیری الکترونیکی با امنیت بالا و جلوگیری از تقلب یا مالکیت آیتم‌های مجازی در گیمینگ و متاورس با قراردادهای هوشمند به سادگی قابل اجراست. پیش از اجرای یک قرارداد هوشمند روی شبکه اصلی، باید امنیت آن با دقت بالا بررسی شود. این فرایند شامل تحلیل کد، تست نفوذ و شبیه سازی شرایط حمله است. استفاده از کتابخانه‌ها و استانداردهای معتبر خطر خطا را کاهش می‌دهد. اجرای قرارداد ابتدا روی شبکه آزمایشی یا تست نت به توسعه دهندگان اجازه می‌دهد بدون ریسک مالی عملکرد کد را بسنجند. همچنین ممیزی توسط شرکت‌های متخصص امنیت مشکلات پنهان را پیش از انتشار شناسایی می‌کند. این اقدامات به اطمینان از عملکرد درست قرارداد و حفظ سرمایه کاربران کمک می‌کند. آینده قراردادهای هوشمند به سمت سرعت بالاتر و کارمزد کمتر با راهکارهای لایه دوم پیش می‌رود. ادغام این فناوری با هوش مصنوعی می‌تواند قراردادهایی ایجاد کند که نه تنها خودکار بلکه هوشمند و یادگیرنده باشند. با گسترش وب3، کاربرد این قراردادها از امور مالی به زندگی روزمره کشیده خواهد شد. این فناوری از یک ایده دانشگاهی به ستون فقرات اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. در جلسه بعد وارد دنیای دیفای می‌شویم و بررسی می‌کنیم چگونه قراردادهای هوشمند زیرساخت یک سیستم مالی بدون بانک و واسطه را شکل می‌دهند. این مسیر تازه آغاز شده است.